بسم الله الرحمن الرحیم. کامیاب هستم، معاون سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات. عرض سلام و ارادت خدمت جناب عالی دوستان محترم دارم. با توجه به اینکه یک سری شایعه‌ای در رابطه با بحث ویزا در فضای مجازی مطرح شده، یه سری موارد من خدمت شما میگم برای در حقیقت روشن شدن جوانب موضوع. صحبتی مطرح شده مبنی اینکه کسانی که افرادی که زبان فارسی بلد نیستن ویزا بهشون داده نمیشه، یا افرادی که رد مرز میشن بهشون ویزا داده نمیشه. این صحت نداره. هیچ وقت زبان فارسی ملاکی برای دادن یا ندادن ویزا نبوده و کماکان هم همچین چیزی نیست. افرادی هم که رد مرز میشن، صرف رد مرز شدن در حقیقت شامل این که ویزا دوباره نتونن بگیرن نمیشه. برای گرفتن ویزا شرایط دیگه لازمه که اگر اون شرایط رو احراز بکنن و داشته باشن ویزا بهشون تعلق میگیره. موضوع دیگه که مطرح شده اینه که کسایی که توی شماره ایران توی فرم مطرح میکنن و شناخت ازش نداشته باشن خب ویزا داده نمیشه. این فکر میکنم یکی از طبیعی ترین اتفاقاتی هستش که هر کشوری در دنیا وقتی که ویزا میخواد به یک تبعی کشور دیگه بده، ازش میخواد که در کشوری که میخواد مسافرت بکنه کسی رو معرفی بکنه به عنوان معرف، کسی که بشناسه و هزینه های احتمالیش رو تقبل بکنه و همچنین بشناسه به عنوان معرف. و خب تا الان هم این موضوع بوده و توی فرم ها نوشته میشده. شاید دقت کمتری میشده به اینکه شماره ها و مشخصاتی که در فرم ها نوشته میشه چی هستش. الان شماره، آدرس و جزئیاتی که در فرم ها درج میشه و کماکان از قدیم هم درج میشه، هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده، بیشتر مورد توجه قرار میگیره، راستی آزمایی میشه. این کار باید همیشه میشده، حالا بعضی وقتا خورده با شدت و حدت کمتری متاسفانه انجام شده، یا کسایی که ثبت نام میکردن دقت کمتری میکردن. کنسولگری بنا رو بر صحت میذاشته و کمتر در حقیقت پیگیری میکرده، ولی با توجه به شرایطی که وجود داره دقت ما بیشتر شده توی این موضوع و راستی آزمایی میکنیم. در زمانی که تلفن جواب داده بشه، آدرس مشخص و درست باشه و مورد تایید قرار بگیره، هیچ ایرادی نداره و هیچ مشکلی برای دادن ویزا نداریم. اینی که شماره افغانستان باید برای خود فرد باشه، لزوما هر کسی که درخواست ویزا میکنه شماره‌ای هم داره و اون شماره خب به اسم وقت فرد باشه راحت‌تر در حقیقت قابل پیگیری هستش و اینم چیز عجیب غریبی نیستش. فکر میکنم حداقل مورد قبول دوستان هستش که اکثر کشورهای دنیا همین مسیر رو میرن. آدرس ها باید کامل باشه، دقیق باشه. این هم همینه. شما اگر که کشورهای دیگه درخواست ویزا کرده باشید، از اطلاعات جزئی بانک شما، کارکرد شما، گردش حساب شما که چقدر کار میکنید، همه اینا رو میخوان. و اینی که شما آدرس دقیقی توی فرم داشته باشید، مثل بقیه مواردی که خدمت شما گفتم، اینم چیز در حقیقت عجیب غریبی نیستش و باید تا الان هم میبوده و بوده. کمتر دقت میشده، از الان به دقت بیشتری داره توی این موضوع میشه. اینه که کسایی که از آمدنشون از ایران مدت کمی سپری شده دوباره ویزا داده نمیشه، نه، همچین چیزی نیستش. اون هم ملاک نیست. بسته اینه که اگر شما ویزای مثلا 2 بار ورود داری، ویزای متعدد داری، ویزای 1 بار ورود داری، اگر تخلفی، مشکلی، کاری نباشه و قانونی رفته باشی، قانونی اومده باشی، ویزای دوباره درخواست بکنی، طبق قوانین جاری که وجود داره ویزا تعلق میگیره و رفت آمدشون هیچ مشکلی نداره. کسانی که به کارگری، به سفر برای کارگری در حقیقت درخواست ویزا میدن، برایشون ویزا صادر نمیشه. عرضم حضور شریف شما، ما در صدور ویزا خدمت همه عزیزانی که میان هم تابلو توی بخش کنسولی باشیم و هم خدمتشون عرض میکنیم که ویزای ما اجازه در حقیقت اشتغال به کار در ایران تلقی نباید بشه و اون ویزا به معنی حق اشتغال به کار نیست. حالا چه میخواد کارگری باشه، چه غیر کارگری، چه هرچی. ویزای ما ویزای ورودی که خدمت دوستان افغانستانی داده میشه و اون در حقیقت مترادف ویزای جهانگردی هستش و ویزای نیستش که باهاش بشه کار کرد. پروسه گرفتن ویزا با حق اشتغال به کار متفاوته و از طریق کارفرمایان داخل ایران و پروسه خاصی که داخل ایران هم با طی بشه انجام میشه و کسی اگه اون مسیر رو بره میتونه کار بکنه. ولی این ویزایی که ما میدیم نه، این حق کار نداره. کما اینکه اصلا در سال‌های اخیر هم این ویزایی که ما دادیم حق کار
نداشته، این هم چیز جدیدی نیستش. افرادی که فرمشون توسط یوزر قندهار یا جاهای دیگه شده باشه تایید میشه، ویزاشون رد میشه. ببینید ما میگیم هر کسی که میخواد ثبت نام ویزا انجام بده باید از حوزه زون خودش باشه. استانهای فراه، غور، بادغیس و هرات استانهایی هستن که تحت پوشش نمایندگی ما در سرکنسولگری هرات هستن و ویزایی که از این طریق ثبت شده باشه بهشون ویزا تعلق میگیره، فرمایی که از این طریق ثبت شده باشه ویزا تعلق میگیره. اونی که ما خدمت شما میگیم یوزرهای قندهار به این معنی هستش که متاسفانه حالا یک سری دفاتری که اقدام به ثبت نام میکردند از بات ها و از در حقیقت ماشینای استفاده میکردن که از یوزرهای شهرهای مختلف استفاده میکرد برای ثبت فرم ورود، فرم ثبت نام. به واسطه اینکه شما وقتی ثبت دستی بخوای بکنید سرعت و در حقیقت مقداری که میتونید ثبت نام بکنید خیلی زیاد نیست. اینا به واسطه اینکه میتونن ثبت نام بیشتری داشته باشن از در حقیقت ربات سر راه کامپیوتر میذاشتن و به نوعی سوء استفاده بود و این جلوی سوء استفاده رو خب ما مجبور شدیم بریم سراغ این که ببینیم یوزرهایی که داره خارج از اینجا ثبت میشه یعنی کسی نیست که اینجا باشه و اون ربات و حذف کردن ربات در حقیقت چیزی هستش که فکر میکنم باید انجام میشد و الحمدلله انجام شد. بعد افرادی که مشخصات فرمشون اشتباه در مصاحبه میگن ویزاشون رد میشه. فکر میکنم اصلا نیازی به طرح و صحبت نداره. شما میخوای ویزا بگیری باید بالاخره با صداقت وقتی که مواردی هستش رو مطرح بکنی. البته چیز خاصی ما توی فرم نمیخوایم غیر از موارد عادی آدرس و تلفن و این حرفا. و بعضی وقتا کسی مراجعه میکنه میگه آدرس تو بگو، آدرسی که خودش اونجا نوشته وقتی بلد نباشه و ندونه یعنی اینکه اصلا این فرم بدون توجه پر شده توسط کسی دیگه و اینم طبیعیه که باید آدرس ها درست پر بشه. کسانی که از مصاحبه بگن نزد فامیل میرویم ولی فامیلشون غیر قانونی و بدون مدرک باشه براشون ویزا صادر نمیشه. از هم حضور شما من حیث المجموع کسی که میخواد بره اونجا، کسی رو که معرفی میکنه ما چک میکنیم که درست باشه. اینی که ما در همون مرحله چک بکنیم که اون هم قانونی است یا غیر قانونی هست رو من الان اطلاع در حقیقت قاطعی ندارم بتونم بگم ما اونم چک میکنیم در این مرحله دادن ویزا. ولی در نهایت کسی که خودش اقامت غیر قانونی داشته باشه طبیعتا نمیتونه میزبان یک کسی باشه این خواد بیاد به صورت قانونی در حقیقت توی کشور حضور داشته باشه. ولی اونم الان اطلاع خاصی ازش ندارم و همین که فعلا کسی باشه که بتونه تقبل بکنه و معرفی بکنه رو فکر میکنم تا الان بر اساس اون ما اقدام کردیم. خیلی متشکرم لطف شما. اگر که با سوال دیگه است در خدمت شما هستم.